الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاره 28 رسیدیم. الحمدلله. امروز سوره المجادله را شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره به نام سوره المجادله هست و سوره مدنی هست. سوره مجادله ایرا مجادله میگن و این سوره هست که در مورد عظمت و بزرگی و مقام شایسته و والای زن در اسلام هست و در قرآن است. ما و شما در قرآن عظیم الشان نمونه های زیادی در شخصیت و عفت و پاکی زنها و دختران مسلمان داشتیم، از بیبی مریم و خانم بیبی آسیه خانم فرعون و دیگه زنهای مسلمانی که اولیاء الله بودن، زنهایی که در ولایت رسیدن، مقام ولایت الله را داشتن. یکی از این زنها بیبی خوله هست. خوله بنت ثعلبه هست. در یک روایت میگن یک روز بیبی خوله عمر رضی الله تعالی عنه را در سر راه ایستاد کرده بود، در حالی که عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه مسلمان ها بود. در افتاوی را ایستاد کرده بود و برش نصیحت میکرد و سخنایی را میگفت و عمر رضی الله تعالی عنه در زیر افتاو بسیار تیز ایستاد بود و گپای زیر با بسیار احترام و ادب گوش میکرد. یک کسی از مسئولین دولت برش گفت که یا امیر المؤمنین، عمر رضی الله عنه گفت که یا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه، گفت که شما میشد بر از این خانم میگفتین که شما بیاین در دفتر یا در یک جای گوشه زیر سایه یک جای که راحت می بود. شما بسیار به تکلیف شدین و این شما را زیاد استاد کرد و شما گپایش گوش میگرفتین. عمر رضی الله تعالی عنه برش میگه که خاموش باش که اگر این خانم مرا از صبح تا به شام هم زیر آفتاب استاد میکرد من گپای زیر گوش میگرفتم، چرا این خانم با شخصیت و با عزت هست که الله متعال از عرش خود صدای زیر شنید و در قرآن عظیم الشان در باره از این آیات قرآن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرد. طبعا خوله بنت ثعلبه خانمی بود که شوهرش این زهار کرده بود و زهار در شریعت اسلامی ایره میگن که در عصر جاهلیت یک عادت بود که زهار از کلمه زهر گرفته شده به معنای تخته پشت و شوهرش وقتی برای خانم خود میگفت که تو مثل مادر من هستی، تخته پشت تو مثل تخته پشت مادر من هست، یا روی تو مثل روی مادر من هست، یا خودت مثل مادر من هستی. و در نیتشی می بود که همون قسمه که مادر من سر من حرام است تو هم سر من چی هستی؟ حرام هستی. یعنی اگر یک کسی بر خانم خود میگه که تو مثل مادر من هستی و در نیتش طلاق، یکی چی هست با الفاظ صریح هست که یک نفر به خانم خود میگه که انت طالق، تو طلاق هستی، و یکی به لفظ کنایی هست که مثلا میگه تو مثل مادرم هستی. اینا در اینجا نیت مهم است. اگر در نیتشی باشه که یعنی همون قسم که مادر من سر من حرام است تو هم حرام هستی، باز این مشکل خود دارن و این علمای فقها تشریح کردن. به هر صورت در عصر جاهلیتی قسم بود که اگر یک کسی برای خانم خود میگفت که تو مثل مادر من هستی، زهار میکرد، یا تخته پشت تو مثل تخته پشت مادر من هست، یا روی تو مثل روی مادر من هست. بناهن این خانم نه طلاق میشد و نه هم خانم عزیمی بود. پس این خانم اما تو معلق میماند بدون کدام چیز بی سرنوشت.
این خانم آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که شوهر من مرا زهار کرده. شوهر از اوس ابن صامت نام داشت. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم برش چیزی نمیگفت و یا میگفت که اونمو سرنوشت تو به مو شکل است. این خانم مجادله میکرد امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم که دین اسلام آمد و از حقوق زن دفاع میکنه اسلام و شخصیت زن بسیار برازنده ساخته و اسلام مقام زن بسیار عالی ساخت که قبلا حتی به میراث برده میشدن و حال خودشان میراث میگیرن. پس در اینجا چطور نیست مثلا یک ظلمی که در جامعه هست و این ظلم شوهر میکنه و نتیجهش برای خانمها برسه و رسول الله صلی الله علیه و سلم منتظر بودن تا ای که جبریل امین میه ملک الوحی و این سوره مبارکه ای آیت شریف میره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قد یقینا که سمع الله شنید الله متعال قول سخنان التي او خانمی را که تجادلو که مجادله میکرد به همراه تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم جر و بحث و گفتگو میکرد فی زوجها در مورد شوهرش یا امو جملاتی که شوهرش گفته هست. این خانم چی میگفت؟ و تشتکی الی الله و شکایت خود پیش میکرد به الله. میگفت که یا الله ما به تو شکایت میکنم از این سخنان عصر جاهلیت و این ظلم عصر جاهلیتی که بالای خانم ها بود. با تو شکایت میکنم تا راه حل بر ما پیدا بکنی یا پروردگار من. والله الله متعال میگه که والله یقینا که الله یسمع میشنود تحاورکما گفتگوی شما را، یعنی از رسول الله صلی الله علیه و سلم و از می خانم با شخصیت و با عزت صحابیه جلیل قدر رسول الله صلی الله علیه و سلم خوله بنت ثعلبه رضی الله عنها. این الله یقینا که الله متعال سمیع بسیار شنوا هست بصیر بسیار بینا هست. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که وقتی خانم امراه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتگو میکرد بعضی از سخنها را من میشنیدم در حالی که در اون مجلس حضور داشتم و بعضی سخنها را من نمیشنیدم. مثلا او دو نفر در اون قسمت خانم از رسول الله سوال میکرد و ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها در کارهای خانه خود مصروف است. ام المؤمنین مادر ما و شما عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که من سخنهای از اینا را بعضش میشنیدم و بعضش نمیشنیدم، لکن الله متعال سمیع هست و بصیر است، تمام سخنهای از اینا را عالم الغیب است شنید و فورا ملک وحی را فرستاد و یه آیت قرآن نازل شد. بالاخره حکم آمد به اساس تقاضای خانم الذین الله متعال گفت آن مردانی که یظاهرون زهار میکنن، همین الفاظی را که تو به مثابه مادرم هستی یا مثل مادرم هستی یا زهر تو مثل زهر مادرم هست یا وجه تو مثل وجه مادرم هست، روی تو مثل روی مادرم هست. یظاهرون زهار میکنن منکم از شما من نسائهم از خانمهایشان، یعنی بر خانمهایشان این کلمات میگن ما هن امهاتیم. اول حکم قاطع اللهی است که این مادرشان شده نمیتونه. چرا؟ در اسلام مادر خواندگی و مادر گفتگی و دختر خواندگی و بچه خواندگی و این گپا نیست. اگر یک کس میخیزه میگه تو خواهرم هستی یک دخترم میگه این کدام ارزش نداره، یک کدام پسرم میگه تو بچه ما هستی و به قرآن دست خودمانیم تو بچه خوانده ما هستی و بیادر قرآنی است و چطور است. این گپا هیچ در اسلام اساس نداره. این امهاتهم نیست مادرایشان الا اللائی مگر همو خانم هایی که ولدنهم که اینا را ولادت کرده. مادر اصلی اونمو مادر است که شما را چی کرده؟ ولادت کرده. و یا هم مادر رضایی که برای شما چی داده؟ شیر داده. و اینهم و یقینا این مردم لیقولون میگوین، این مردها میگوین سخنان منکرن، سخنان نامعقول
ناشایسته، من القول از سخنان، و زورا و دروغ، یعنی که یک کس را میگه تو مادرم هستی، یک سخن ناشایسته هست و یک دروغ است. یا میگی بیادر خواندیم است، یا مثلا پدر خواندیم است، و هیچ وقت حرمت پیدا نمیکنه. یک کس را برادر خود میخوانه، باز میره کت دختر خود، کت خواهر خود، کت مادر خود در خانه میشونه. الله میگه یک سخن زشت بیهوده هست و یک سخن دروغ است و از این طریق گناه و زنا در یک جامعه منتشر میشه. این گپا غلط است. حدود محرم و عدم محرم معلوم است. بنابراین با گپ نمیشه که مثلا یک کس تو بگی اینی بیادرم است، بیادر خواندیم است، رو باز برید پالی خانم خود بشانی یا پالی دخترایت بشانی و باز بگی ای کی است؟ ای بیادر خوانده ما هست، ای بیادر خوانده خانم است. این بسیار خوب آسان راه را پیدا کردن. مرد نامحرم بیار در بین خانه‌ات بشان به نام چی؟ به نام بیادر خواندیم. باز آیا خانم تو بر از او ولو که بیادر سکیت هم باشه، یا یکی دیگر رو میگه پدر خواندیم، ولی یک کس را پدر خواندی، خانم تو بر از او اجازه هست؟ یا یک خانم یک کس را پدر میخونه؟ اونطوری که آسان میبود تمام دخترها را ما دیگه خوار خوانده میرفتیم، دختر خوانده میرفتیم، بیاین در خانه و بشینین قرار قصه کنین. این نیست. الله متعال میگه این سخنا چی است؟ منکر است، نامعقول است و زور هست. زور چی معنی؟ دروغ هست. و این الله، و یقین داشته باشین که الله متعال لعفو، عفو کننده هست. اگر کسی در گذشته چنین اشتباهی را کرده میتونه که پس چی کنه؟ توبه بکنه و رجوع بکنه و دوباره این کارا را نکنه. و غفور و بخشاینده هست. حالا خوب کسی که کرد چی کنه؟ والذین یظاهرون، و کسانی که ظهار میکنن امی سخنان به خانمهای خود میگن، من نسائهم، از خانمهایشان، ثم یعودون، باز دوباره بر میگردن به خانمهای خود. یک سخن از دانش برآمد، گفت که تو مثل مادرم هستی و حال نمیخواه که زندگی خود قطع بکنه، میخواه امروز استمرار حیات بکنه، بناهن نمیخواه که در تشکیل خانوادگیش آسیب برسه. ثم یعودون لما قالوا، باز رجوع میکنن به آنچه که گفتن. فتحریر رقبه، یا چی کنن؟ این جزا بر مردا هست. این مردی که گپ گفته، خانم ملامت نیست، مرد ملامت است. مرد ظلم کرده، مرد سخن ناروا گفته، مرد سخن دروغ گفته. پس این مردی که این دروغ غلطی گفته مرتکب ازی هست، باید ای چی کنه؟ آزاد بکنه یک غلام را، من قبل ان یتماسن، پیش ازی که این خانم به او تماس بگیره و نزدیک شود. در اکثریت آیات قرآن ما و شما ببینیم که تحریر رقبه ای به خاطر ازی است که قبل از اسلام یک فرهنگ به نام غلام و برده‌سازی بود. دین اسلام آمد و به خاطر از بین بردن و کم ساختن عدد غلام ها در جامعه، اسلام قوانینی را گذاشت. اسلام به خاطر زدودن فرهنگ غلام و برده‌سازی و کنیزسازی چی کار کرد؟ از یک طرف مجاریه که از اون راه ها مردم غلام و کنیز می شدن، بسیاری از این راه ها را بند کرد. مثلا در عصر گذشته اگر یک کس از یک کس قرض میکرد و قرضش داده نمیتونست، بالاخره این مبدل میشد به غلام ازی مبدل میشد. الله متعال این را بند کرد، گفت این دیگه با این طریق کس نمیتونست. این عادت جاهلیت است. بعضی کسا سر یک کاروان حمله میکردن، وقتی او کاروان مغلوب می ساختن، غصب می کردن یا دزدی می کردن یا به یک شکل، و کل امی کسایی که در کاروان می بود این غلام خود و یا کنیز خود می ساختن. اسلامی را هم بند کرد و آیات قرآن نازل کرد که کسایی که سر کاروان ها و سر کاروان های مسلمان ها یا ظلم می کنن و سرقت و اختطاف و یا قطاع طریقی می کنن، بر از اونا جزا تعیین کرد و این راه غلام سازی را بند کرد. و دیگر راه های زیادی بود که غلام سازی میکردن، یا را کلش اسلام بند کرد. یک راهی که از طریق جنگ بود ایره بازمان. اگر کسی جهاد میکنه، مثلا ما جهاد میکنیم امرای روس اسیرای ما را میگیره غلام خود میسازه. ما هم که اسیرای روس گرفتیم، باز وقتی که خلیفه مسلمان ها باشه، امیر المؤمنین باشه، باز به او اختیار است که
امرای از این اسیر چی میکنه؟ میتونه بدون عوض آزادش کنه، میتونه مثلا در مقابل فدیه آزادش کنه، میتونه در مقابل تبدیلی اسیرای مسلمان آزادش بکنه، و یا هم اگر تقاضا میکرد فقط امی یک راه هست برای غلام سازی و کنیز سازی. دیگر راه ها را اسلام بند کرد. خب حالا در جامعه از فارس از روم مردم غلام می آوردن و در بازارها فروخته میشد. اینو چطور کنیم؟ وقتی اینا مسلمان می باشن این غلام ها، الله متعال میگه که آزاد کرده بریم. مثلا در اینجا کسی که زهار کرد فتحریر الرقبه، فلانی کس فلانی کار کرد میگه فتحریر الرقبه، فلانی کسی کار کرد فتحریر الرقبه، و به این شکل راههای آمدنش وارداتش بند کرد و راههای صادراتش چی کرد؟ بازگذاشت تا این غلام ها و کنیز ها چی شوند؟ آزاد شوند و مردم بتانن که به شکل نرمال در جامعه زندگی بکنن. والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبه من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون به. اینه میره شما بر زنا چی کنین؟ توعظون به، به اینمی حکم شما وعظ کرده میشوین یا حکم بالای شما یا پند داده میشوین. والله بما تعملون خبیر، و الله با آنچه که شما عمل میکنین بسیار با خبر است. فمن لم یجد، خب یک کس میگه ما غلام نمیافیم یا پول غلام نداره، ایچ تو کنه؟ فمن لم یجد، پس اگر غلام نیافت فصیام شهرین، باز میتونه که 2 ماه روزه بگیره متتابعین، لکن جزایش است که 2 ماه را چی بگیره این مرد؟ پی در پی، من قبل ان یتماسا، پیش ازی که او را مسح بکنن. خب یک کسی 2 ماه پی در پی روزه گرفتن میتونه، مشکلات داره، سختی ها داره. فمن لم یستطع، الله میگه اگر ایره هم نتوانست فاطعام 60 مسکینا، برازی باز میتونه که 60 مسکینه غذا بده از اون غذایی که خودش میخوره روزانه. 60 مسکینه از امی غذا بده. یعنی از اینجا اتو حکم اسلام ثابت میشه که اسلام برای مسلمان ها در احکام خود آسانی را میخواه، یک راه را محکم نمیگیره، میگه یا ایره بکن، اول به خاطر خلاصی از مشکل راه را برشان راه حل پیدا میکنه، و دوم راه های آسان کدام راهی که برازی آسان تر است. یعنی بعضی کسا هستن دعوتگرای اسلام اقدر سخت فتوا میتن که کل راه ها را سرت بند میکنه، ایران میمونی که یا پروردگارا چی کنم؟ الله متعال ببینن چقدر اولی مرد اشتباه کرد، خب اشتباه کرد، غلط کردی، اشتباه کردی، الله عفو است، غفور است، گناه کردی الله میبخشه. باز اگر میتونی غلام پیدا کنی، غلام پیسه نداری، قیمت است یا یافت نمیشه، پس 2 ماه روزه بگی. 2 ماه روزه هم مشکل گرده داری، مشکل شکر داری، مشکل دیگه داری، روزه گرفتن برات سخت است. 60 نفر مسکین چی کن؟ نان برشان بده. یعنی راه های آسانی را تا که مسلمان در مشکلن. ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله، ای به خاطر هزیه است تا که شما ثابت قدم باشین در ایمانتان به الله و رسولش. و تلک حدود الله، اینی شریعت الله هست، حد است که الله او را تعیین کرده و حکم و قانون کسی را که تو پیروی میکنی او معبود تو هست. بناهن این حدود الله هست. وللکافرین عذاب علیم، و برای کافران، کسانی که ناسپاس هستند و مخالفت از شریعت الله را میکنه و حدود الله را تطبیق نمیکنه، بر از اینا عذاب دردناک است. یعنی کسانی که حدود الله را مشکنانند و به عوض شریعت الله قانونای ساخت انسان را تطبیق میکنه، اینجا کلمه کافرین برشان گفته شده که وللکافرین عذاب علیم، عذاب دردناک است. ان الذين، یقینا کسانی که یحادون، عداوت میکنن، دشمنی میکنن، مخالفت میکنن الله با الله و رسوله و با رسولش، کبیتو، اینا ذلیل میشوند، کما کبیت الذین من قبلهم، چنانچه ذلیل شده اند کسانی که قبل از اینا بودند و عداوت و دشمنی با الله و رسولش میکردند. و قد انزلنا، و یقینا که ما نازل کردیم، آیات بینات، آیات واضح و روشن و احکام واضح و روشن. وللکافرین عذاب مهین، و برای کافرها عذاب توهین کننده هست. یوم یبعثهم الله جمیعا، روزی که الله مبعوث بکنه تمامی از اینا را، فینبئهم بما عملوا، باز خبر میداد الله اینها را، بما عملوا، با آنچه که عمل کردن. احصاه الله و نسوه، الله احصایه گرفته، شمرده، حساب گرفته ذره ذره از اعمال از اینا را،
و نسوه، اینا اعمال خود فراموش کردن. یعنی انسان یک گناه را میکنه، یک اشتباه را میکنه، یک سخن کفری را میگه، یک بدینی را میکنه، باز فراموشش میشه. لکن الله میگه تو اگر فراموش کنی ما او را احصایه گرفتیم و پیش ما ثبت و حفظ است. والله علی کل شیء شهید، و الله متعال کس علی کل شیء، بر هر چیز، شهید، گواه و شاهد است. علم ترى، امی کلمه شهید که است، شهید دو معنا داره. علما میگن یکی شاهد است و یکی مشهود است. کلمه شهید به معنای شاهد هم میایه و به معنای مشهود هم میایه. چی معنا شاهد و مشهود؟ یکی خو کلمه شهید برای الله استعمال میشه به این معنا که الله متعال شاهد است و شهادت میته. به چی؟ شاهد است به اعمال بنده هاش، حاضر است، ناظر است، میبینه، مراقبت میکنه و ذره ذره اعمال انسان ها را. باز اینجا آیت قرآن میگه که اگر شما 2 نفر باشین، سومی الله هست در مجلستان. یعنی الله متعال با علم خود و با عظمت خود شما را مراقبت میکنه. این کلمه شهید به معنای شاهد و به معنای مشهود هم هی است که تمام مخلوقات الله شهادت میتن به وحدانیت الله. شما اگر درخت ببینین و درست نظر بکنین، درخت با زبان قال نه، با زبان حال برای شما می درخت می ما بنده الله هستم. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. پس هر مخلوق الله شهادت میده به وحدانیت و وجود الله. شما هر مخلوقی را که سهل بکنین، پس او مخلوق ساختمان فیزیکی از او برای تو چی میتن؟ دلیل است به خالق است، به وحدانیت خالق است. ذاتی که مصور است، ایره تصویر کرده، ذاتی که ایره خلق کرده، ذاتی که ایره تدبیر کرده و تنظیم و تصویر کرده. بناهن این شاهد و مشهود در ذات الله. برای مخلوقات شاهد و مشهود چی مانم؟ در مخلوقات شاهد به خاطر ازی گفته میشه که فلان شخص شهید است، به خاطر ازی که شهید شاهد می باشه، شهادت میده در روز قیامت سر از امو قاتله که ایره به قتل رسانده و ایره کشته. پس این شاهد می باشه و در روز قیامت برش میگه که یا پروردگارا اینی شخص در فلانی منطقه در فلانی حالت مرا کشت و به قتل رساند. و مشهود است به خاطر ازی که دیگران سر از شهادت میده که پروردگارا این تو یک شخص بود، این تو یک شخص بود. بناهن باز مردم سر از چی میتن؟ شهادت میتن. آل در افغانستان هر کسی که بمره او را میگن این شهید است. اینال اونو کسی که به خاطر اعلای کلمت الله شهید شده، باز ما شما شهادت میدیم پروردگارا اینی شخص جهاد کرد فی سبیل الله و به خاطر اعلای کلمت الله ای چی شد؟ شهید شد. بنابراین ما ملائکه اول خالق متعال سر شهادت میده که بله من از قلبش خبر بودم این نفر به خاطر رضایت من شهید شد، این فکرش خبر بود این به خاطر عقیده اسلامی شهید شد. و مسلمان ها شهادت میتن و ملائکه شهادت میتن و کرامن کاتبین شهادت میتن و دفتر اعمالش. اگر این مثلا برای شهید گفته شده و این خودش کافر و بیدین باشه، باز عکسایش رو با سر کلیش نشان میده. بسیاری کمونیستا وقتی که گپ میزدن، کمونیستا در وقت حکومت خود در بالا سر کله خود 3 دانه چی را میموندن؟ عکس مارکس و انگلس و لنین میداد. اینال ما میگه ما پروردگارم یک وقت امی رئیس جمهور شده بود، به زور حکومت گرفته بود، به قوت روسا کتش کمک کردن و اینا آمدن حاکمیت سیاسی مملکت گرفتن و وقتی که گپ میزدن ما شاهد هستیم که اینا غلام روس بودن. ما شاهد هستیم که اینا در بالی سر کلیشان عکسای مارکس و انگلس و لنین بود و عکسایشان سرشان شهادت میده. شما که سخنرانی هایشان در اینترنت ببینید که فلان نفر سخنرانی کرده، هر کدام از او باز ببینید در بالی سر مثلا ببرک کارمل وقتی که گپ میزد بالی سر کلیش چی بود؟ اونجا کارمل گپ میزد، باز پایان حفیظ الله امین 6 تا بود، مثلا دکتر نجیب 6 تا بود، مثلا دیگه کابینش 6 تا بودن. کمونیستا باز چی بود؟ بالی سر کلیزی چی بود؟ 3 تا کلا بود که یکی مارکس بود، یکی انگلس و یکی لنین.
معنای ازی که ما فکر خود از امی تواقید گرفتیم. این حالی که مرد چی گفته میشه؟ اگر در روز قیامت بخیزه باز کل مردم سرشان چی میکنه؟ شهادت میده که واقعا اینا چی بدن؟ این مردم بدن. علم ترى آیا ندیدی ان الله یقین که الله متعال یعلم میداند ما فی السماوات آنچه که در آسمان هاست و ما فی الارض آنچه در زمین است. ما یکون من نجوا ثلاثه، میگه نمی باشه این از شاهد بودن الله در سخن اشخاص، شاهد بودن الله در سخنان اشخاص. این حال الله متعال اینجا در مورد شاهد بودن الله در مجالس انسان که در هر مجلسی که می باشیم الله متعال او مجلس کنترل میکنه، مثلا در اون مجلس شاهد است، لکن لیس کمثله شیء. باید در صفات الله در نظر داشته باشیم که حاضر بودن الله در این مجلس مثل حاضر بودن مخلوق در مجلس نیست. مخلوق وقتی که در یک مجلس حاضر می باشه با جسمش است، با روحش است، و ما جسم و روح به الله نسبت نمیدیم. جسم هم مخلوق است، روح هم مخلوق است. پس الله در مجلس ما چه قسم حاضر است؟ میگه با علمش، با قدرتش، با عظمتش، با حیمنتش. پس الله متعال میگه الم ترى آیا ندیدی ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، که الله میداند آنچه که در آسمان ها و زمین میشه. ما یکون من نجوا ثلاثه، میگه نمی باشد من نجوا در یک مجلسی که سخنان مخفی گفته میشه. مثلا دو سه نفر میشینن و با هم اما پت پت چی میکنن؟ گپ میزنن، سرگوشی میکنن. اصلا نجوا در زبان عربی سرگوشی، در زبان عادی عامیانه پس پسک میگه سکونوا پس پسک میکنن، نجوا میکنن، سرگوشی میکنن، آیسته آیسته بین هم گپ میزنن. الله متعال میگه وقتی که سه نفر مشوره پنهانی میکنن، ثلاثه سه نفر باشن، الا هو رابعهم، چهارمی از یا الله است. الله سخنان از یا را خوب میشنوه. ولا خمسه، و نمی باشه 5 نفر، الا مگر هو سادسهم، الله ششمیشان هست. ولا ادنا من ذلك ولا اکثر، چی کم از این 3 و 4 باشن یا مثلا بیشتر از این باشن، الا هو معهم، مگر که الله در مجلس از اینا حضور داره، حضوری که به عظمت و جلال الله شایسته هست، بدون تشبیهان با حضور مخلوقات. عین مکانو، در هر جایی که باشن. پس شما اگر سخنی را میگین فکر میکنین که ما ایر از مردم مخفی کردین، از الله او را مخفی و پت کرده نمیتونین. ثم ینبئهم بما عملوا، باز الله متعال خبر میدهد ایشان را به آنچه که عمل کردن. یوم القیامت، در روز قیامت. ان الله، یقین داشته باشین که الله که از بكل شیء علیم، به هر چیز بسیار با خبر و عالم است. الم تر الی الذین نهوا عن النجوا، الله متعال میگه آیا ندیدی به طرف کسانی که یهودی ها چی عادت داشتن؟ همیشه میامدن در مجلس رسول الله صلی الله علیه و آله میشیشتن و باز گوشه گوشه 3 نفر میشیشتن و بین هم تبصره میکردن، تبصره های زشت. و منافقین هم عادت داشتن که در گوشه میشیشتن در یک مجلس و رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که درس میداد، سخنی را میگفت، باز یاد اونجا شیشته بودن و پس پسک میکردن و در بین خود. الله متعال آیات قرآن نازل کرد، گفت الم تر آیا ندیدی الی الذین، به طرف او یهودها و اون منافقینی که نهوا عن النجوا، منع کرده شدن از مشوره های پنهانی در یک مجلس. یعنی حرام است که مثلا 20 نفر شیشته، باز 2 نفر 3 نفر در گوشه پس پسک میکنه. همین درست نیست، منع هست. 10 نفر اینجا شیشته، 2 نفر اونجا پس پسک پت پت میکنه، در فکر کلگی میگرده که خدا میاد چی میگه دیگه. این حال چی میشه؟ الله متعال میگه آیا ندیدین الی الذین نهوا عن النجوا، از کسانی که نهی شدن، منع شدن. وقتی که نهی میشه، الله و رسولش نهی میکنن، یعنی حرام است کار، نکنین این کار حرامه. وقتی که استاد درس میده بین خودت پس پسک گپ نزنین، یعنی حرام است. در یک مجلس شیشتین 10 نفر 20 نفر هست، 2 نفر پالو یکی دیگه خود پس پسک نکنین. این زیادتر حرام است. بسیاری کسا رو ببینید مجلس ها می قسم عادت دارن. الله متعال میگه آیا ندیدی این یهوده و این منافقا را که صفتشان هست، نهوا عن النجوا، منع شدن از سرگوشی، ثم یعودون لما نهوا عنه، باز بر میگردن لما، با آنچه که نهوا عنه، از او منع شدن
و یتناجون، بازیا سرگوشی هم میکنن، مشوره میکنن. چی؟ بالاسم، به گناه. گناه چی است؟ یا غیبت یک کس را میکنن، یا یک کس را رشخند میزنن، یا کس را توهین میکنن، یا سر لباس یک کس خنده میکنن، یا سر چهره کس خنده میکنن. این کلش گناه هست. والعدوان، برای تجاوز میخوان که تجاوز سر حق الله بکنن، تجاوز سر حق پیغمبر بکنن، تجاوز سر حق استاد بکنن. این کلش تجاوز سر حق و کسی که در مجلس سخن میگه. در یک مجلس مثلا دعوت میشه از شما که شما بین نمیگه درس بگوین، مثلا ما شما شروع میکنیم، بعد از یکی از دوستایتان میخیزه میگه در جای من میشینه و ده آیت قرآن تفسیر و ترجمه میکنم، ما من حیث امتحان. حالا ببینید دو نفر اونجا شیشته در بین خود پس پسک میکنه، یه ایران میمونه که والا غلط کردم، اشتباه کردم. این کار نکنید. این کار حرام است، کار یهود است، کار نصارا هست، کار دشمنای الله هست، کار منافقا هست. شما کوشش کنین که یک دوستتان که در مجلس صحبت میکنه سرتان شور بدین، گپش قبول بکنین، خوب متوجه باشین، یگان سخنای کس رو نشته بکنین و او رو تشویق بکنین. درست است نه؟ اینه. این حال الله متعال میگه که و یتناجون، و یا سرگوشی میکنن و پسپسک میکنن بالاسم، به گناه، و العدوان، و به تجاوز، و معصیت الرسول، و به نافرمانی از رسول الله صلی الله علیه و سلم، که اینا را گفت که کارا را نکنین، این بیادبی را نکنین، این بد اخلاقی را نکنین. و اذا جاءوک حیوک بما لم یحییک به الله، و وقتی که پیش تو آمده ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز یک عادت دیگه منافقا و مشرکا و مردمای مرتد و بیدین چی است؟ که بغیر از تحیت اسلامی که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خلاص تحیه اسلامی اینمی هست که وقتی که در یک مجلس داخل شدی میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حداقل اگر زیاد گفته نمیتونی میگه السلام علیکم. و همچنان تحیه اسلامی است که از مجلس ختم میشه، مجلس ختم میکنی، میخوای که بری، باز هم میگی السلام علیکم. در اسلام فکرتان باشه آمدن، شروع ملاقات و ختم ملاقات با چی میشه؟ با السلام علیکم میشه. چرا؟ به خاطر السلام نام الله هست. اول که میگی السلام علیکم یعنی او مردم با خبر باشین که الله مراقب ما و شما هست، پس الله را به یادش دادی. دوم، سلام اعلان صلح هست. وقتی که یک کسی در قریه میری کلی گوشت لق لق سلام میکنه، در دان دکان شیشته تو برشان میگه السلام علیکم و رحمت الله، کلی میگه و علیکم السلام. مانده نباشین. ایست که به این معنا که ما که شما در جنگ نامدیم، برای صلح آمدیم. در خانه که داخل میشی برکت است به خودت و اعضای خانواده‌ات. السلام علیکم و رحمت الله به این معنا که سلامتی بالای شما باشه و برکت الله باشه. همچنان برای جانب مقابل دوست دعای سلامتی هست. السلام علیکم یعنی الله شما را سلامت داشته باشه، صحتمند داشته باشه. اینی تحیه اسلامی هست. الله متعال میگه این یهودیای بیدین و این منافقین بیدینه که میاین در مجلس مسلمان ها اشتراک میکنن، لکن مشکلشان چی است؟ یک عیب خطرناکشان ای است که و اذا جاءوک، وقتی که پیش تو میاین ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، حیوک، به همراه تو حتی احوال پرسی میکنن، بما لم یحییک به الله، به او شکلی که الله بیان کرده تحییت این قسم نمیکنه. یعنی احوال پرسی میکنه که الله او قسم اجازه نداده هست احوال پرسیدن. چی میگن؟ صبح بخیر، good morning. این کلش از مردم های بیدین است. قامت سنش سعی کنی صبح بخیر. الله شرمانده که بگه سلام علیکم صبح بخیر، چاشت بخیر، عصر بخیر، سهارمون نیک مرغه. این گپا رو وسو کنین. این تحیه اسلامی نیست، این تحیه کافرها و مشرکین است. یا مثلا خدا حافظ، در کجا گفته خدا حافظ؟ بازور حال مردم ها که نمیفهمن باز آمده بوده خدایش به الله تبدیل که الله حافظ. این کلش بدعت هاست. این تحیه اسلامی نیست. تحیه اسلامی السلام علیکم شروع ملاقات و السلام علیکم چیست؟ ختم ملاقات. السلام علیکم و رحمت الله. وقتی از اتاق میرفتی بگه السلام علیکم و رحمت الله، کلی میفهمه کنه رفت. عادت کنی نمی قسم. فرهنگ اسلامی باید تطبیق شود در جامعه. این نظام فرهنگی اسلام است. ما شما گفتیم نظام اقتصادی اسلام، نظام اجتماعی اسلام، نظام اخلاقی اسلام، نظام فرهنگی اسلام. فرهنگ اسلام اینمی هست که تحیه اسلامی چی است؟
با سلام شروع میشه ملاقات و با سلام چی میشه؟ ختم میشه. و کسانی که الفاظ مخالف زیر میگه الله متعال میگه که این یهودیا بازیا چی میگفتن؟ نعم صباحا، انعم صباحا، صبح خیر و این قسم میگفتن. یا مثلا کلمه سلام غلط میگفتن السلام علیک. سام چی رو میگن؟ مجلسیم به معنای هلاکت بود، میگفتن السلام علیک، هلاک باشین شما. فهمیدین؟ پس اینجا هست که و اذا جاءوک، که وقتی که پیش تو آمدن، حیوک، به تو سلام میتن یا تحیت میگن، به تو احوال پرسی میکنن، به ما بهان گونه که لم یحییک به الله، به او شکلی که الله او احوال پرسی را مشروع نکرده هست. و یقولون، میگن فی انفسهم، در نفسهای خود، وقتی که باز برشان گپ زده شد باز بین خود میگن که لولا یعذبنا الله بما نقول، ما خیلی پیغمبرام دو زدیم گفتیم هلاک شو والعیاذ بالله، الله خودشان هلاک بگردانه، و گفتیم که مثلا مسلمان ها را هم دو زدیم، گپای بیوده هم گفتیم، خیلی چرا الله ما را عذاب نمیکنه؟ حسبهم جهنم، الله متعال گفت کافیز برشان جهنم، یصلونها، که در جهنم داخل میشن، فبئس المصیر، بسیار جایگاه زشت است. یا ایها الذین آمنو، آل یکی از نظام اجتماعی اسلام بیان میکنه، نظام اخلاقی اسلام بیان میکنه. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، اذا تناجیتم، وقتی که شما چند نفر در یک جای مشوره میکردین و مشوره پنهانی میکردین، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، در مجالستان و مشورتهایتان با گناه و سرکشی و معصیت الرسول صلی الله علیه و سلم شما مشوره پنهانی نکنین. و تناجوا، و با هم مجلس بگیرین، بالبر، مطابق به نیکی، و تقوا، که در اونجا تقوا را مراعات بکنین. یعنی در اشتراک در مجالسی که مشوره های پنهانی میشه، در اونجا حرام است که انسان اشتراک بکنه، در صورتی که گناه و تجاوز باشه. گناه و تجاوز. و تناجوا بالبر و تقوا، اینجا تناجوا یعنی شما در مجلستان دو چیز مراعات کنین: بر، نیکی در حق بنده ها، و تقوا، نیکی در حق الله. یعنی در مجلس مشورتیتان یک مجلس مشورتی داشته باشین که در اونجا حقوق الله و حقوق مخلوقات الله مراعات شود. و تناجوا، و مشوره بکنین، مجالس خاصی که می داشته باشین، لکن به شرطی که مجالس خاصتان بالبر، مراعات در حقوق انسان ها باشه، نیکی به انسان ها باشه، و تقوا، و نیکی در حق الله باشه. که مجلس بناهن در مجلسی که حق انسان ها تلف میشه و در مجلسی که حق الله مراعات نمیشه، در این مجلس اشتراک کردنش خودش حرام و ناروا و گناه هست. واتقوا الله، و از الله بترسید، الذی، ذاتی که الیه تحشرون، به سوی از او شما حشر میشین. انما النجوا من الشیطان، یقینا امی سرگوشی ها و سخنای پسپسک است، ای از شیطان است، ای کارهای شیطانی هست. چرا این کار مردم میکنن در مجالس؟ میگن لیحزن الذین آمنوا، تا که یا اندوهگین بسازن، جگرخون بسازن مؤمنا را، ولیس بدارهم شیئا، این منافقا و یهودا و انسانای بیدین ضرر رسانده نمیتونن مسلمانها را شیئا چیزا، الا باذن الله، مگر به اجازه الله. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، پس مؤمنا توحید در توکل، که توحید در عبادات قلبی هست، این را باید مراعات بکنن و بر الله توکل بکنن. یا ایها الذین آمنو، دیگر از آداب اجتماعی اسلام، آداب اخلاقی اسلام، وقتی که اسلام نظام‌های مختلف داره، مثلا نظام اجتماعی اسلام قاعده‌اش چی هست؟ نظام اخلاقی اسلام قاعده‌اش چی هست؟ میگه اذا قیل لکم تفسحوا، وقتی که بر شما در یک مجلس گفته شود که فراغ بنشینید. مثلا بعضی اوقات است بر مردم میگن که تفسحوا فی المجالس، یعنی در مجالس یک کمک جای بدین بر دیگرها، هم که جای شود. مثلا 3 نفر شیشته در جای 5 نفر، وقتی گفته میشه کمه، چی کنین؟ وسعت کنین، فراخی کنین، اجازه بدین دیگرها هم در کنار شما بشینن. فافسحوا، پس شما مجلس گشاده کنین و برای دیگرها هم جای بدین که در کنار شما بشینن. یفسح الله لکم، باز الله بر شما فراخی و
گسترش در زندگیتان ایجاد میکنه. و اذا قیل انشزوا، و وقتی که برای شما گفته شود که بخیزین از این مجلس، مثلا شما ششتین جوان هستین، یک کسی میایه از بزرگای مجلس و بر شما میگه شما جوانا هستین، شما پشت سر بشین که جمع سفیدا یا بزرگا بشینن، استادا بشینن، دیگه باز خیزک نپرتین که من چرا این کارا بکنم، تو نمیفهمی من چطور هستم. الله متعال میگه نه، ادب اجتماعی اسلام است که وقتی بر شما گفت که بخیزین، شما فن شدو پس برخیزین و استاده شوین. و هر جایی که بر شما امر میشه، خصوصا وقتی که ولی امر مسلمان ها شما را امر میکنه یا بزرگ مجلس بر شما امر میکنه، شما این ادب مراعات بکنید. یرفع الله الذين آمنوا منكم، الله بلند مرتبه میسازه الذين، رتبه کسانی را که آمنو منکم ایمان آوردن، بناء با تطبیق نظام های اسلام رتبه شما پیش الله بلند میشن. والذین اوتوا العلم درجات، و کسانی که الله متعال میگه که برشان علم داده شده است، درجاتشان فرق میکنه. یعنی کسایی که عالم هم هستن کلشان یک قسم نیستن، یکی در یک رشته هست، یکی در دیگه هست، یکی علمتش بیشتر است، یکی کم است. از این خاطر هیچ کس باید در قسمت علم خود مغرور نشه. پس شاید ما و شما به یک مرحله برسیم که از ما کده مثلا علمای بزرگ باشه، پس و فوق کل ذی علم علیم. خب والله بما تعملون خبیر، و الله متعال با آنچه که عمل میکنین با خبر است.